یکبانه افغان جهت ایجاد زمینه کار برای دختران افغان دوشنبه 29 دلور سیومین نمایندگی رستوران خود را در کابل افتتاح کرد. سمیرا محمدی صاحب رستوران بانوان افغان است. وی هدف از ساخت این رستوران را ایجاد زمینه کار برای بانوان عنوان کرد. محمدی افزود در تلاش است تا چنین رستوران‌ها را در دیگر ولایت کشور نیز راه اندازی نماید. به گفته او حدود 30 آقا و 30 خانم در 3 نمایندگی رستوران بانوان افغان در شهر کابل مشغول کار هستند. وی اظهار داشت که قبلا این رستوران ویژه زنان بود، اما نمایندگی سوم با 2 سالن جداگانه برای زنان و مردان و منظور ایجاد فضای امن و راحت برای مشتریان طراحی شده است. محمدی خاطر نشان کرد که در این رستوران علاوه بر پختن 22 نوع غذای داخلی و خارجی، آشپزخانه سیار برای بانوان نیز راه اندازی شده است. این در حالی است که بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، فعالیت و کار زنان در کشور محدود شده است و شمار زیادی از بانوان کشور که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند، اکنون خانه‌نشین شده